بسم الله الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خداوند بزرگ و متعال رو بسیار حمد و سپاس میگم که یک بار دیگه به این جانب میلاد تطهری توفیق عطا شد که با کاری مشترک از پورتال تخصصی مناظره و گفتگو و بنیاد کرسی‌های آزاداندیشی برهان در خدمت شما باشیم. برنامه امروز ما ادامه سلسله نشست‌های پیشین کرسی مناظره با حضور جناب آقای مهندس محمد مختاری نماینده جناب آقای دکتر رضایی و جناب آقای مهندس رضوانی نماینده جناب آقای مهندس قرضی. بزرگواران به برنامه ما خوش آمدید. جناب آقای رضوانی در خدمت شما هستید. خواهش میکنم. منم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو مجدد خدمت شما در خدمت هستم. ممنونم. جناب آقای مختاری در خدمت حضرت عالی هم هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. اعیاد روز ماه شعبان رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. ماهی که متعلق به خاتم انبیا هست و امیدواریم که در این ماه که مقارن هم هست با ماه خرداد ماه، ماهی پر از خیر و برکت باشه برای همه بینندگان و همه دوستان عزیز و امیدواریم که روز جمعه شاهد حضور پرشور مردم باشیم و شاهد حماسه سیاسی باشیم. انشاءالله بسیار ممنونم. به روال برنامه‌های گذشته جلسه ما پرسش و پاسخ در واقع گفتگوی متقابل بین شما دو بزرگواره. من از جناب آقای مهندس مختاری اجازه میخوام که با توجه به در واقع بزرگتر بودن جناب آقای رضوانی بحث رو در واقع سوال رو از ایشون آغاز کنیم. جناب آقای رضوانی خیلی کوچیکی بزرگوارید شما، زنده باشید انشاءالله. با در واقع با سوال شما از جناب آقای مختاری در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. آقای مختاری اولا سلام عرض میکنم خدمت شما مجدد و جناب آقای مهندس مختاری. آقای دکتر محسن رضایی خب از فرماندهان عزیز ما در جنگ بودن، واقعا خیلی زحمت کشیدن، هیچ کس هم منکر این قضیه نیستش. الان 3 دوره است که این سومین دوره‌ای هستش که آقای دکتر رضایی پا به عرصه انتخابات گذاشتن و به قولی معروف میخوان بیا و حرفهایی رو دارن. من در حالا سوالم اینه، مهمترین برنامه‌ای که آقای دکتر رضایی در بحث اقتصادی دارن، چون ایشون خیلی رو بحث اقتصادی خیلی تکیه میکنن، مهمترین برنامه‌ای که ایشون در بحث اقتصادی دارن، ما میدونیم که بزرگترین مشکل جوانای ما الان توی این مملکت اشتغاله. برنامه ایشون برای اشتغال چی هست؟ که حالا بعد ما به صورت مصداقی دیگه وارد جزئیات بشیم. تشکر از سوال، حالا میشه گفت تقریبا میشه گفت کلیدی که یعنی هر کسی که بخواد از دکتر رضایی بخواد این سوالی بپرسه بعد از همینجا شروع کنه. تقریبا میشه گفت حالا 3 دوره حضور نداشتن، 2 دوره حضور داشتن. یه دوره انصراف دادن. اون حالا دیگه خیلی چیز نبود. لحظات آخر بود دیگه. خب بالاخره دولت عشق من یادم اسم دولتشون بود. حالا ما همون 2 دوره رو حساب میکنیم. البته خب یعنی خرداد 88 و امسال که حضور پیدا کردن یه شایعه‌ای و یک شایعه‌ای که برای خود دکتر هست، میگن که تو همه انتخابات حضور دارن که واقعا اینجوری نیست. از خود اول انقلاب تا الان حدوداً 30 خورده ای انتخابات برگزار شده، فقط دکتر توی این دو تا دوره از انتخابات حضور دارن و واقعا هم به نظر خود شخص بنده برنامه‌ای و دغدغه‌ای داشتن که وارد انتخابات می‌شدن. هم سال 88 خودتون شاهدی توی مناظره و توی برنامه‌ای که وجود داشت و امسال هم که تقریبا میشه گفت همه اذعان میکنن که با برنامه‌ترین کاندیدا آقای دکتر رضایی هستن. توی بخش حالا قسمت دوم صحبتاتون که سوال درباره اشتغال بود و بحث اقتصادی، خب تنها کاندیدایی که تخصصشون اصلا اقتصاد هست و حتی کتابایی مثل کتاب فدرال اقتصادی خودشون تالیف کردن و نوشتن، این یکی از میشه گفت بچه تمایز خود دکتر هست که با توجه به مشکلات اقتصادی که در حال حاضر ما گرفتارشون هستیم، ایشون میتونن پاسخگویی باشن با توجه به پتانسیل و خود ویژگی و تخصصی که خودشون دارن. کلا توی قسمت اگه نمیدونم سایت ویکی رضایی رفته باشید، خود دکتر برنامه‌های مفصلی برای
قسمت‌های مختلف مملکت رو در نظر گرفتن که همون برنامه فدرال اقتصادی رو میخوان پیاده کنن. این میشه به صورت این یعنی وارد تو بحث جزئیات فدرال اقتصادی بشیم حالا؟ بله، فدرال اقتصادی خب حالا کلا خیلی‌ها یک ایرادی میگیرن که با توجه به ویژگی که ایران داره، فدرال کردن یعنی ایالت کردن قسمت‌های مختلف میتونه به ضرر باشه. ولی خب جواب این قضیه این میتونه باشه که توی بخش فقط اقتصاد فدرالی است، وگرنه یک دولت قوی و باثبات توی مثلا مرکز ایران وجود داره که حکومت و سیاست کلان رو اون میاد تصمیم گیری میکنه. ولی خب هر قسمت مثلا ایران نمیدونم یزد یه پتانسیلی داره، نمیدونم کویر داره، جنگل داره، کوهستانی یه قسمت جنوب کشور نفت داره. اینها رو میاد هر قسمتی رو بر اساس ویژگی هایی که داره تصمیم گیری ها رو میذاره برای خود اون حالا مسئولینی که اون قسمت فعالیت میکنن و میان تصمیم میگیرن بر اساس خود اون اقلیم و خود اون منطقه جغرافیایی. و به نظرم این میتونه خیلی، چون الان مثلا ذوب‌آهن رفته اصفهان و خود زاینده رود رو نابود کرده به نوعی، در صورتی که اگه اون اقلیم رو در نظر می گرفتن و برنامه و اون شرایط رو در نظر می گرفتن، واقعا نباید ما ذوب‌آهنی رو در اصفهان مثلا اون موقع داشتیم، ولی خب دیگه الان هست و باید ادامه داده بشه. این برای یک شروعیه که در آینده این اتفاقات نیفته. این یک قضیه. مثلا یا حتی توی شیراز اومدن قطب الکترونیک ایران اونجاست، در صورتی که باید جای دیگه ای می بود ولی اونجا رفته، حالا به خاطر مثلا اون زد و بندهای حالا سیاسی که وجود داره این اتفاق افتاده. مثلا کجا قرار اگه غیر از شیراز بود مثلا کجا میتونست بره؟ مثلا باید اون قسمت هایی که مثلا تهران میتونست جای مناسبی باشه یا حتی تبریز میتونست جای مناسب تری باشه بر اساس اون حالا صنعتی که داره. البته من خیلی توی الکترونیک واضح چون شیراز کارخانجات الکترونیکی خیلی زیادی داره و صنایع الکترونیک ایران، کارخانجات مخابراتی ایران، کارخانجات صنایع مخابراتی راه دور، به این دلیل اجماع کردن و هم به خاطر این قضیه هم به خاطر دانشگاهاش که بیشتر رو بحث برق الکترونیک بود. من یه عرضی دارم، حالا این چه تناقضی با همین وضعیت استانهای کشورمون داره؟ اگر واقعا فدرال این هستش که ما خب همین کار رو الان استانها میتونن همین کار رو انجام بدن، حالا چرا فدرال؟ بالاخره استاندار اصفهان میتونه بگه ذوب‌آهن اینجا نباشه، مثلا در منطقه دیگه ای در استان اصفهان باشه. حالا یا اینکه مثلا استاندار فارس میتونه بگه این کارخونه در اینجا نباشه، در یه جای دیگه باشه. این مفهوم فدرال رو من که چه تبیین در اقتصاد داره. بله. تفاوت الان خیلی از الان استانی که نیست این فدرال اقتصادی، چند تا استان جمع میشن مثلا یک الان مثلا شما در نظر بگیر خود زاینده رود از چند تا استان رد میشه و چند تا استان توی این قضیه درگیر هستن. چهارمحال بختیاری هست اگه اشتباه نکنم، نمیدونم اصفهان هست، کلا اون قسمت درگیر هستن. این فدرال اقتصادی میاد اون استان، مثلا اگه اینجوری باشه استانی بخوان در نظر بگیم که آقا مثلا استان اصفهان فلان چیز رو خودش تصمیم بگیره، ولی مثلا سرچشمش کجاست؟ مثلا شهر کرده. خب به نظر شما این وظیفه دولت مرکزی نیست که این هماهنگی‌ها رو انجام بده؟ پس پست معاونت اجرایی برای چی هست؟ واسه همین هماهنگی‌هایی که انجام میشه دیگه تو بین استاندارا. اصلا وزیر کشور خودش هماهنگ میکنه این کارها رو. من خیلی وارد این مصادیق فدرال اقتصادی نشدم که چه نفعی و چه منفعتی برای کشور ما داره این برنامه فدرال اقتصادی و چه بار رو میتونه از رو دوش اقتصاد این مملکت برداره. این رو من میخواستم به صورت حالا مصداقی روش صحبت بشه. خب مسلماً وقتی اگه دست اون افرادی که اون منطقه آشنا هستن خیلی تصمیمات بهتری میتونن بگیرن تا مثلا اون کشور، اون مثلا یک دولت اجرایی مثلا رئیس جمهور بخواد تصمیم گیری تو این قضايا وارد بشه، چون واقعا از مثلا اقلیم اونجا آشنایی نداره. بله. این یه نکته است. نکته دوم این که خودتون همین الان این اتفاق افتاده دیگه، همین الان همینجوری هستن، استانا میان این کار رو انجام میدن، یه دولت مرکزی هم وجود داره، ولی خب نماینده مجلس ها رو مثلا الان با حالا زد و بندهایی و چیز میان یه کاری میکنن که
این مثلا جاده از این قسمت عبور کنه. این مثلا باعث میشه که چون به خاطر اینه که حالا یک تصمیماتی هم هست که حالا برای خود اون مردم اون قسمت هم توی چشمشون بیاد، این میاد که فدرال اقتصادی یه کمی کارا رو تخصصی میکنه و من یه سوال دیگه دارم. میشه به جای بحث فدرال اقتصادی ما یه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قوی، یه سازمان برنامه بودجه قوی تو کشور داشته باشیم که حالا به قولی شما این زدوبندها هم صورت نگیره؟ یعنی خب اینا همش راه داره. یه سازمان برنامه بودجه قوی وقتی که حتما باعث که تحبر اونجا تایید بشه، مطمئنا این اتفاقات هم نخواهد افتاد. من یه عرضی بکنم. الان مثلا آقای مهندس قرضی، البته من باید جواب سوال بدم، با ایشون سوال بپرسم، ما خیلی وارد این نمیشیم. من مختصر بفرمایید. آره مختصر. آقای مهندس قرضی ایدهشون اینه که باید استانداردها رو مردم انتخاب بکنن. خب برنامه هم دارن برای اون قضیه. باید استانداری انتخاب بشه که مردم بخوانش. وقتی مردم، ببین در راستای توسعه جمهوریت این کشوره، ببینید ما اون روز هم آقای مهندس در مناظره فرمودن که ما از 98.2% که رأی دادن به جمهوری اسلامی الان به چقدر آرا رسیدیم ما. پس ما بایستی که کمک بکنیم به توسعه جمهوریت کشور. استاندارهای ما همه طول عمرشون بین 1 سال تا 1.5 سال. در سال ما تا الان از اول انقلاب تا الان 330 استاندار عوض کردیم. تقریبا میشه گفت سالی 10 استاندار ما تعویض کردیم. خب این دیگه ثبات نداره، اون استانها ثبات ندارن. ما به جای اینکه یه روز یکی از دوستان یه جمله‌ای رو میگفتش که مثلا اختیارات کم هست، بعد گفتم بابا از همین اختیاراتی هم که هست استفاده نشد، حالا کم هست یا نیست، ما میگیم مثلا این پتانسیلایی که الان در کشورمون ما داریم استفاده نمیشه. بله ما وقتی که استاندارمون 1 سال در یه استان میمونه بعد جابجاش میکنیم، چه انتظاری داریم؟ شما الان تو بازار میگن خاک خوردن دیگه، خاک بازار رو باید بخوره تا طرف مثلا بتونه، یا اینکه یک صنعت کوچیکی رو شما بخوای راه اندازی کنی حداقل 2-3 سال زمان میبره تا اینو به یه جایی برسونیش. خب وقتی که شما در استانتون نتونید، استاندار برنامه بلند مدت نداره، چه جوری میخواین انتظار داشته باشین که این فرمایشات شما عملی بشه؟ و بعد آیا ما از اون داشته هایی که الان موجوده استفاده کردیم که حالا میایم یه طرح فدرال رو میدیم؟ آیا واقعا اونا به خوبی عمل شده، استفاده شده که حالا ما بیایم یه طرح جداگونه بگیم آقا این شیوه خوب نبوده، حالا ما میایم طرح فدرال اقتصادی میدیم؟ بحث ما برای سوال اول حضرت عالی حتی اکثر میتونه 1 یا 2 دقیقه دیگه نهایتا ادامه پیدا کنه. من تقاضایی که دارم، چون جناب آقای رضوانی چندین سوال در واقع پشت سر هم مطرح کردن، هم بحث فدرالی، هم بحث اشتغال، هم بحث‌های متعدد، من تقاضایی و هم برنامه بالاخره جناب آقای رضایی، حضرت عالی بحث رو در 1 دقیقه نهایتا یه جمع‌بندی بفرمایید. ما نظر آقای رضوانی رو بشنویم و باز بریم سر سوال